سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اساسگزار اصلاح تیوی محمد اقبال صدرالدین را در بیمارستان بستری کردند. سفر گنرال رحیمزاده به مسکو، یکم برای دلشاد کراسافچک، دوم صحبت با مهاجران، مخالفت کرمل به پیشبری نامزدهای جوانتر در مقابل پوتین صلح خورده. در وحدت باز 4 جسد یافتند. شماره قربانیان سیل در تاجیکستان به 17 نفر رسید. ناراحتی مقامات قزاق از رفتار ساکنان استانه در نمایش میوه‌های تاجیکستان. 2 ساکن پنجکین در راه به دوشنبه بی‌درک شدند. برای یافتن آنها کمک کنید. و اکنون تفصیلات خبرها. عمر محمد قابلیان، فرزند محمد اقبال صدرالدین، اساسگزار، سردبیر و مجری اساسی برنامه‌های اصلاح تیوی، یک کانال پرتماشابین اپوزیسیونی، شام 28 آگوست سال 2023 با نشر 2 عکس خبر داد که پدرش را پس از ظهر دوشنبه 28 آگوست در شعبه احیا یا ریانیماسیا بستری کردند. محمد اقبال صدرالدین با اهل خانواده‌اش از سال 2017 در فرانسه به سر میبرد. در عکس‌های نشر شده محمد اقبال صدرالدین در حالت خواب یا مدوشه در روی کت بیمارستان دیده می شود. پس از ظهر روز 28 آگوست سال 2023 پدرم اساش رفتند. نماز ظهر را خواندیم و حالشان بد شد. چند روز آخر خیلی مشغول نوشتن و رسیدگی حالت مردم بودند و قریب که خواب نمی کردند. حالا در شعبه ریانیماسیا قرار دارند. طبیبان تلاش خود را دارند. بودو باشد. نوشته است بدون ارائه جزئیات بیشتر. عمر محمد اقبالیان. محمد اقبال صدرالدین سال 1978 در خانواده قلندر صدرالدین، یکی از اساسگزاران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، به دنیا آمده است. بر اساس تاریخ رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تصمیم تأسیس این حزب بار اول سال 1974 محض در یک نشست سید عبدالله نوری با 4 تن از یاران نزدیکش در منزل قلندر صدرالدین در شهر قرغانتپه به میان آمده است. محمد اقبال صدرالدین سالهای 90 در پی شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان همراه پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده‌شان به افغانستان پناه برده بودند. بعد بازگشت یک مدت به تجارت مشغول شد، ولی سال 2012 در پی بازداشت کشودن پرونده ترک کشور کرد. یک مدت در قرقیزستان و قزاقستان و بلاروس به سر برد و سال 2017 به فرانسه پناه آورد. او در اینجا سامانه اصلاح و بعداً کانال اصلاح تیوی را تأسیس داد. اصلاح تیوی یکی از کامیابترین طرح‌های مطبوعاتی اپوزیسیون تاجیک در خارج به شمار می رود و بسیاری از برنامه‌های آن در یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های اینترنت هر کدام 10,000 و برخیش 100,000 تماشابین جمع می‌آورند. خبر به بیمارستان افتادن اساسگزار اصلاح تیوی در حالی است که او در سالهای آخر به هدف رقم 1 برای مقامات تاجیکستان تبدیل یافته است. در تاجیکستان بازدید او در رابطه با سالهای صاحبکاریش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند و چند نفر ادعا هم کردند که گویا محمد اقبال صدرالدین آنها را به مبلغ $430,000 فریب داده است. خود محمد اقبال صدرالدین این ادعا را رد می‌کند و میگوید در اصل آن دعواگران از وی قرض دارند. حامیان حقوق نیز پرونده قلابی را تنها یک حیله می‌شمارند تا به استرداد او از فرانسه نائل شوند. قرار است ماه سپتامبر سال 2023 دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان با یک سفر رسمی از فرانسه بازدید و مسائل مبارزه با تروریسم و جنایت‌های فراملی را با سران نهادهای حفظ حقوق و امنیتی این کشور بررسی کند. اما باور می رود که یک هدف عمده سفر دادستانی کل تاجیکستان به پاریس در میان گذاشتن مسئله محمد اقبال صدرالدین با مقامات فرانسوی است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال پلکوونیک رمضان رحیمزاده روز 28 آگوست سال 2023 با مقصد بررسی مشکلات مهاجران تاجیک و بررسی مسئله تعقیب و بازداشت دلشاد سیدمرادوف یا دلشاد اسبه، متهم اساسی در ربودن و قتل بانکدار معروف تاجیک شورت اسمت اللهیف به مسکو سفر کرده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 29 آگوست در یک اطلاعیه گفت سفر گنرال رحیمزاده به مسکو با سفارش پرزیدنت امامعلی رحمان صورت گرفته. در رفت این سفر ملاقات او با وزیر کارهای داخلی روسیه گنرال ولادیمیر کلاکولتسف پیش بینی گردیده است. هنگام واخوری مسائل همکاری
دو وزارت اوید به بود و باش مهاجران مهنتی، پرابلم و مشکلات، حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی نسبت به آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سید مرادوف دلشاد وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت الله شورت و دیگر مسئله های مورد توجه بررسی می گردد گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخله. شورت اسمت الله شام 23 میون سال 2023 از نزد منزلش در محله 8 مارس در مرکز دوشنبه ربوده شد. بعد چند ساعت شکنجه جان داد. جسد از سوی آدمربایان به دریای زرافشان پرتافته او را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از ساحل دریای زرافشان در حدود جماعت سرزم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده که با سفر کاری در شهر مسکو قرار دارد روز 28 آگوست سال 2023 در بنای سفارت در مسکو با رهبران و تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان مقیم روسیه، نمایندگان و فعالان این جمعیت‌ها و چهره‌های معروف اهل ضیا از حساب هموطنان مقیم کشور اقامت برگزار شده است. سفارت گفت در رفت ملاقات دایر به مسائل مربوط به مهاجرت مهنتی، به ویژه کارهای فرماندهی و اطلاعاتی، رعایت طلبات قانونگذاری روسیه، ترتیب حجتگذاری و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی و پیشگیری از عملهای نامطلوب دعوت به عمل آورده شد. ملاقات گنرال رحیمزاده با نمایندگان مهاجران تاجیک در روسیه در حالی است که در ماه‌های اخیر ریدهای مقامات این کشور به ضد مهاجران از جمله به ضد تاجیک‌ها خیلی افزایش یافته است. ماه یون رمضان رحیمزاده با ارسال یک برقیه به همتای روسش کالاکولتف خواستار رعایت قانون و احترام گذاشتن به حقوق شهروندان تاجیکستان در جریان این پایگاه خبری مدوزا با تکیه به منابعش می نویسد شعبه سیاسی ماموریت پرزیدنت روسیه برای راه ندادن نامزدها به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی این کشور محدودیت‌های را جاری کرده است. به گفته همصحبت این رسانه در انتخابات پرزیدنتی روسیه که سال 2024 برگزار می‌گردد، شرط اول برای نامزدهایی که به کرسی پرزیدنتی با پوتین وارد رقابت می‌شوند این سن و سال است. پوتین ماه اکتبر به سن 71 می‌رسد و طوری به نظر می‌رسد مسئله سن و سال او به یک درد سر به کرمل تبدیل یافته است. نامزدها باید نه کمتر از 50 سال سن داشته باشند، زیرا در صورت به انتخابات راه یافتن نامزدهای جوانتر اهل درک می‌کند که پوتین دیگر نه اون پوتین قبلی است که در وقتش با یک شور و شر به سر قدرت سیاسی آمده بود. او الکی یک موی سفید سال خورده است و توان اداره کشور را ندارد. افزوده است این منصبدار روس. بنا به باور تکنولوژهای سیاسی کرمل محض عامل سن و سال نامزدها میتواند باعث شک و شبهه اهالی روسیه نسبت به قدرتمندی پوتین گردد. از این رو دستگاه پرزیدنت روسیه بجز از پوتین فعلا 70 ساله 3 نامزد سالخورده دیگری را از 3 حزب سیاسی روسیه، حزب کمونیست یا KPRF، حزب ژیرینوفسکی LDPR و حزب نوی لودی وارد روی خط نامزدی به کرسی پرزیدنتی کرده است. حزب سپراودلیوی روسیه یکی دیگر از حزب‌های ساخته کرمل باشد از رقابت کناره‌گیری می‌کند و رهبر آن سرگئی میرونوف گفته است در انتخابات از پوتین حمایت می‌کند. همچنین در کرمل به خلاصه اومدند که باید از حزب کمونیست رهبر آن گنادی زیوگانوف در انتخابات اشتراک کند، نه مثل انتخابات سال 2018 که آنها نامزد جوان پاول گرودینین را پیشبری کرده بودند. در مورد رئیس حزب LDPR لیانید سلوتسکی که 55 سال دارد، تکنولوژهای کرمل موافقند که موضوع نامزدی خود را گذارد. خود سلوتسکی نیز خیلی رغبت نشان داده است که تا در انتخابات پرزیدنتی اشتراک نماید. بنا به گفته همصحبت میدوزا که در دستگاه پرزیدنت روسیه فعالیت میکند، سلوتسکی یک شخص خودنما است. بسیار میخواهد که در مرکز توجه عامه قرار گیرد. از حزب نوی لودی نیز باید به کرمل رئیس آن تاجر الکسی نیچایف نامزدی خود را گذارد، ولی خود نیچایف به این پیشنهاد کرمل راضی نیست. بنا به گفته منبع نیچایف میداند که کرمل در انتخابات پرزیدنتی به او اجازه گرفتن رأی زیادی را نمیدهد. از همه زیاد به او شاید 2% آوازها را بدهند. از این رو الکساندر نیچایف نمیخواهد به خود لقب لیوشای 2% را بگیرد. خود نیچایف پیشنهاد کرده است که از حزبش نامزدی ولادیسلاو
دیوانکوف را پیش بری کند. ولی در کرمل گفتند که اولا دیوانکوف همگی 39 سال دارد و ما با سن سال او مشکلی داریم. بعدا شاید او در رفت معرکه‌های تبلیغاتی پیش از انتخاباتی میتواند فکر مردم را در مورد پیر و سال خورده بودن پوتین بیدار کند. بنا به نتیجه های نظرسنجی که در ماه امسال در بین اهالی روسیه گذرانیده بودند، پرسش‌ها نشان دادند که از سن سال پوتین ناراضی‌اند. در دستگاه پرزیدنت نیز این نظرسنجی را جدی گرفته به طور مخفیانه نظرسنجی گذرانیدند که واقعا اهالی از سن سال پوتین در تشویشند. به گفته همصحبت مدوزا حتی منصبداران پس از 70 سالگی پوتین به او با دیگر چشم می‌نگرند. اگر پیش او را اطرافیانش و شخصان با نفوذ روسیه شخص اول، شف یا پدر مینامیدند، اکنون در صحبت‌های خصوصی او را دید به معنای موسفید یا بابا صدا می‌کنند. پوتین از سال 1999 رهبری روسیه را در دست داشته در دوره حکومت خود تقریبا همه مخالفان خود را از صحنه رفت و 10 نفر آنها را زندانی کرد. به انتخابات‌های پرزیدنتی روسیه نامزدهای مخالف را داده نمی‌شوند و در برابر پوتین تنها چند نامزد خودی و آن هم تنها با مقصد دموکراتی و الटरनेटिव्ی نشان دادن این معرکه ثبت نام کرده می‌شوند. پوتین اخیراً با تغییر قانون اساسی روسیه حق تا سال 2036 دوام دادن ریاست خود را به دست آورد. اگر عمر وفایش کند سال 2036 او به سن 80. در جریان برگزاری کارهای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی در شهر وحدت جسدهای باز 4 نفر دیگر دریافت شدند. همین طریق تعداد قربانیان آفت طبیعی در تاجیکستان به 17 نفر رسید. طوری که روز 29 آگوست سال 2023 رهبر خدمات مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری امیدا یوسفی به از پلیس خبر داد جسد 3 زن و 1 مرد را در قلمرو جماعت به نام روزق، سیمگنج، چوینگران و رومیت شهر وحدت پیدا کردند. جسدها برای معاین کردن شخصیت آنها به اختیار مقامات دخل‌دار سپرده شدند. خبر دادند در کمیته قبلا بر اثر آفت طبیعی از هلاکت 13 نفر 11 کس در وحدت و باز 2 نفر دیگر در نویه رودکی خبر داده شده بود. به گفته امیدا یوسفی چند پیش از جانب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده با جلب 350 نفر ساکنان محلی خطای ابرسان، کوچه وارو و 25 منزل در جماعت‌های در بالا ذکر شده از لایقه و سنگریز تازه کرده شدند. رای ماشینگرد وحدت رومیت از لایقه سنگ و گل پوره تازه کرده شده حرکت نقلیات طریق این را برقرار کرده شد. سخنگوی کمیته همچنین خبر داد که روز 28 آگوست سیل در نویه یوان 6 خانه را در دهه گلستان 2 در جماعت دهنه و دهه گلفشان 3 خانه را زیر لای کرده است. در دهه‌های 18 خراسان 25 اولی زیر سیل مونده. در دهه سبزدار این نویه سیل شبکه ابرسانی را خراب کرد. در دهه کودامن 1 در نویه فرخور بر اثر بارش شد 100 سرچاروای خرد نابود شده 3 اولی زیر گل و لای مونده است. تاخت‌وتاز سیل و بارانگری در تاجیکستان از 27 آگوست ادامه دارد. بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای نزدیک خطر آمدن سیل‌ها در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی مملکت به استثنای ولایت ختلان و شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان باقی میماند. به این دلیل از ساکنان خواسته شده است که در این روزها از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و جوی سیل راه‌ها را از پیش تازه کنند. همین طور از سیاحان هم خواسته شده است که به خصوص در کوهستان خیلی احتیاط کار باشند. چند منصبدار بلندپایه قزاق از رفتار ساکنان استانه پایتخت قزاقستان در نمایشگاه میوه‌های تاجیکی اظهار ناراحتی کردند. یادآور بشویم روز 26 آگوست سال 2023 در انجام این نمایشگاه وقتی به ساکنان پیشنهاد شد که میوه‌های از تاجیکستان آورده و به شکل پیرامید زینت داده شده را به پول بگیرند، برخی ساکنان به بی‌نظمی را داده برای گرفتن میوه‌های دلخواه خود میوه‌های دیگر را پایمال کردند. معاون سروزیر و وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تامارا تویسونووا روز 29 آگوست در حاشیه جلسه حکومت در شهر این ماجرا به خبرنگاران گفت راستی من هم ناراحت شدم از این، چون که ما ساکنان قزاقستان همیشه با فرهنگ و حسن و تحمل خود شورت داشتیم. ما همیشه درست رفتار کرده می توانستیم. دوستان افزود که همه بد رفتار نکردند. البته نه قزاقستانی ها چنین رفتار ناخوب کردند، ولی اونهایی هم بودند که
کار نو خوب کردند. آنها باید روی رفتار خود کار کنند. چون این رفتار در کشورهای دیگر نیز رخ می‌دهد. ما و شما باید بفهمیم که برای آبروی کشور خود مسئولیت داریم. روز 28 آگوست حاکم استان ژنیس قاسمبک این حادثه را واندالیسم نامید و از آن اظهار ناراحتی کرد که برخی ساکنان قزاقستان به ویران کردن ترتیبات راه دادند. این بیانگر فرهنگ پست و پایمال کردن مهنت دیگران است. به علت رفتار ناخوب برخی آدمان داغ این حادثه برای تمام ساکنان استان افتاد، گفت شهردار پایتخت قزاقستان. او از پلیس طلب کرد که ویران کنندگان ترتیبات را معاین کرده حتما به جوابگری بکشانند. یادآور میشویم از 23 تا 26 آگوست در شهر استانه در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان دایر شد. در این نمایشگاه میوه‌های تاجیکستان پرزیدنت‌های هر دو کشور قاسم جمارت توقیف و امامعلی رحمان اشتراک کردند. در یکی از ویدیوهای نشر شده دیده میشد که توقیف به پول از گرفتن میوه دست کشید و به نی و نیستان فروشنده تاجیک نگاه نکرده همیانش را به دست او داد تا پول میوه‌هایش را بگیرد. من در همه جا پولم را خودم میدیم، تاکید کرد توقیف به میوه فروش تاجیک. اما بینظمی وقتی آغاز یافت که جانب تاجیکستان تشکیل کننده نمایشگاه میوه ها به تماشابینان پیشنهاد کرد که می توانند به پول از این میوه ها بچشند و همچنان به پول با خود ببرند. این باعث به بالای پیرامید و میوه ها فرو ریختن ازدحام بزرگ شد. مقصد جنبایف نماینده شهردار استانه در شرح این حادثه گفت از بس که میوه های تاجیکستان در قزاقستان قریب فروخته نمیشوند، مردم خیلی دلش میخواست که از این میوه های شیرین بچشند و وقتی دوستان تاجیک ما گفتند که میوه ها در زیر آفتاب ویران میشوند و خوبش مردم به پول بگیرند، همه خواستند که از این میوه ها بچشند و به بالای میوه ها فرو ریختند. معاون سردار ریاست رشد صاحبکاری شهردار استانه تاکید کرد که 1000 تن میوه از تاجیکستان به پایتخت قزاقستان آورده شده در بین همگی 2 روز به فروش رفت و از نمایش میوه های تاجیکستان در عموم بیش از 100,000 نفر دیدن کردند. بهاوالدین حیدروف سال تولدش 1974 و پسر او حلاوالدین حیدروف سال تولدش 1997 ساکنان دهه گذر موغیان جماعت موغیان شهر پنجکند که روز 27 آگوست سال 2023 با ماشین تویوتا لند کروزر رقم قید دولتیش 2222 به طرف پایتخت سفر میکردند در شورای خوجند دوشنبه بیدرک شدند. طبر میدانیم روز 27 آگوست بسیاری از مناطق تاجیکستان از جمله مناطقی که شورای خوجند دوشنبه توسط آن میگذرد به سیل و بارانگری شدید روبرو شده بود. تا امروز درباره در این سیل و بارشات به هلاکت رسیدن 17 نفر اکثرا ساکنان دهه‌های اطراف شهر وحدت خبرها به دست رسیدند. با گذشت اینک 2 شبانه روز نزدیکان این پدر و پسر بیدرک شده تا هنوز یگان اطلاعی درباره کجا شدن آنها پیدا نکردند. روز 29 آگوست گروهی از ساکنان موغیان تقریبا 60 نفر با جستجوی بهاوالدین حیدروف و پسر او علاوالدین برآمدند. ساکنان موغیان همچنین از باقی شهروندان تاجیکستان خواهش میکنند که در پیدا کردن بهاوالدین و علاوالدین حیدروف کمک خود را دریغ ندارند. اگر شما بعد 27 آگوست این پدر و پسر را در یگان جا دیده باشید و یا درباره در کجا بودن آنها معلوماتی دارید، خواهش میکنیم با این رقم به الهام سرکار دهه گذر موغیان خبر دهید. 992 90 757 3990. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.